سلام. ما امشب میخوایم که رس جناب مسعود فراستی رو بکشیم. اول همین از خودت مسعود بپرسم تا آخرش میمونی دیگه. آخرش پای نقد میمونم. واقعا مسعود شرف ما رو بین برده. منتقد اصلا نه حتاکن، نه فحاشن، نه در واقع استمنا میگن، نه تپه نریده رو جای باقی میذارن. بریم سراغ رسکش بعدی. این چاقالو به معنی چیه؟ مسعود فراستی تنها کسیه که با بولدوزر از رو آدما رد میشه، شخم میزنه، قشنگ شخم میزنه. به نظر من به این ترتیب میتونیم بهش بگیم خیلی منتقد شخمیه. به هیچی رحم نمیکنه. فیلم میفروشه، فیلمو میزنه. اسکار میگیره، فیلمو میزنه. کن میره، فیلمو میزنه. اصلا خودشون البته یه جا توی فیلم گفتن از 17 سالگی شروع کردن میزنن. فیلم‌ها رو میزنن. لارس فونتریه، فیلمساز آشغالیه. گاسپار نوئه، فاجعه است. دلاتا. از آقای فراستی هیولا ساخته بودن، فقط من اومدم اینجا دیدم به لحاظ شکلی از هیولا خیلی زشتره و ایشون ظاهرا هیچ سابقه‌ای در عالم هنر نداشته، فقط به عنوان اینکه بخواد مطرح باشه تو این جمع هنرمندا، چون نه چهرهشو داشت، نه وجاهتشو داشت، نه فیزیک مناسبی داشت برای این کار. واسه اینکه وارد خانواده هنر بشه، من فکر کنم بحث نقد رو انتخاب کرده و خوب راهی هم انتخاب کرده، چون هیچ چیز دیگه به این نمی اومد. اگر هم میخواید انتقاد بکنید، انتقاد و اراجیف رو از همدیگه متمایز کنید. تنها وجهی که میشه به مسعود نقد نکرد ظاهرشه، نه به این دلیل که ظاهر خوبی داره ها، به این دلیل که در انتخاب ظاهرش نقشی نداشته. باش مهربون‌تر باشی، گناه داره دیگه. درسته که 7 سال زندان بوده، درسته 3 سال زیر حکم اعدام بوده، ولی مسعود مجرم نیست. آره مریضه، مرض نقد داره. نوشیدنی مورد علاقه شون که قهوه است، رنگ مورد علاقه شون که قهوه‌ایه، کل سینمای ایران هم که قهوه‌ای کردن. چرا انقدر تلخی مرد؟ تو فکر شیرینی؟ امیدوارم که تونسته باشیم اساسی رس مسعود فراستی رو کشیده باشیم. البته چیزی که من دیدم خیلی اثری نداشت. نمیدونم حالا باید چیکار بکنیم که اثر داشته باشه.